Мы находимся на границе Казахстана и России, между Россией и Казахстаном. ما در بین قزاقستان و روسیه در منطقه هایل قرار داریم. از روز 22 اپریل در اینجا هستیم و ما را به حدود روسیه راه نمیدهند. На территорию России. مراجعت ویدیویی مهاجران تاجیک که در بین دو کشور ماندند. اینجا نزدیکی گذرگاه بین المللی سرگرچین ارنبورگ است. 180 ماشین با مسافران تاجیک در این منطقه مرزی انتظار دریافت اجازه برای ورود به خاک روسیه هستند. 2 روز باز 10 نفر شب را در ماشین روز میکنند. سریع ماشین üstündeki همش نمره توجیک‌ها. دیگه ملت نه، دیگه ملت به واسطه ما رفته است. سبب جمع آمدن ماشین و مسافران زیاد همین بوده است که در گذرگاه ارنبورگ مهاجران تاجیک را به تنهایی و با دقت تفتیش و بازپرسی میکردند. مقامات روسیه هر یک کدومش را درآورده. отдельно پرسیدوست شما برای چی آمدین؟ با چی خاطر آمدین؟ تلفن‌هاشون رو گفته دیدوستین. به حد وضعیت بزرگ. باز کمتر هوا خنک شد، باران بارید، مردم درون ماشین با درمان شیان. با مسافران و راننده های تاجیک گفتند که نورسان تا 14 ساله و افرادی از 60 ساله بالا می توانند به نوبت وارد روسیه شوند. دیگران باید نوبت ایستند. این محدودیت هم فقط به مهاجران تاجیک ربط داشته است. زادگان کشورهای دیگر آسیای مرکزی به مشکل از مرز می گذرند. کدومی که از سن 14 تا سن 57 است، مرحمت نوبت بستین. لیکن نوبت به حد قینچدگی به خاطری که در یک شبانروز 10 تا ماشین میدروه. نه توالت میمونه رفتن، نه آب هست، خورد و خوراک همین به حد قینی کشیدن بچه‌ها. با افرادی بند مانده که در بینشون زنان و کودکان هم کم نیستند در این مدت خیرخواهان آب و غذا می‌آورند. اینا برادرها 150 پرس آش 150 پرس آش تقسیم کردیم نمیرسونیم. در 2 روز به گفته مصاحبان ما تنها به 20 ماشین اجازه ورود به روسیه داده شده است. مرز قزاقستان با روسیه یک راه اصلی سفر شهروندان تاجیکستان به مسکو است. سفارتخانه تاجیکستان در مسکو وضع را شرح نداده است، ولی مسافران تاجیک میگویند سفارت را از حال خود آگاه کردند، وعده کمک گرفتند، ولی وضع حالا به تغییر است. سبب رسمی تفتیش موشکافانه مهاجران تاجیک و مشکل شدن ورود آنها به روسیه معلوم نیست، اما اکثریت باور دارند این پیامدی حمله مرگبار در مسکو است که در آن شهروندان تاجیکستان گمانبر دانسته شدند. بعد این حادثه در اکثر کشورها برخورد با تاجیکان تغییر یافته است. چند پیش مرزبانان گرجستان هم گروهی از مهاجران تاجیک را به این کشور راه نداده از فرودگاه پس گرداندند. ورود تاجیکان به ترکیه هم مشکل و با روادید شد.